دانیال به سارا بگو بیاد رو پشت بوم. باشه داداش الان میگم بیاد. جانم داداش کار داشتی؟ تو میدونی بعد از اتفاقی که دفعه قبل افتاد اصلا دیگه نمیخواستم بری، ولی این دفعه دیگه آخریشه. تو میدونی اگه به خاطر دیگه مامان نبود کسا این کارا رو نمیکردیم. به جون خودت، به جون همین کفترا، این یکی دیگه آخریشه. میدونی منم اگه به خاطر بدهی مامان نبود هیچ وقت این کار نمیکردم. ای ولاد جی دمت گرم. برو تو. چرا واسطی؟ چرا در قفل کردی؟ اینجا پشه و مگس مزاحم زیاد داره. اوکی. نوشیدنی چیزی داری؟ آتش دارم تشنمه. بیار بخوریم. در بیار انشالله. چی این تو خونه سرت کردی؟ دست نزن. اوهو چه غلطا. من هر کار دلم میخواد میکنم. نه دیگه هر کار دلت بخواد که نداریم. داریم چون من میگم. بکش دست تو. داداش نمیدونم چی شد حالش دارم سرش خورد کشتمش من کشتمش خودتو برسون